بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف نمی‌زنند. من الجزء الاول از قسم یکم. درس امروزی ما الدرس التاسع، یعنی درس نهم. عنوان الدرس چی بود است؟ النعت والمنعوت، یعنی نعت و منعوت. در زبان عربی اول منعوت می آید، بعد از آن نعت. در قاعده آمده است که النعت تابع للمنعوت في رفعه و نصبه و خفضه و تعریفه و تنکیره. این قاعده برای چی می باشد؟ برای نعت می باشد. فهمیدید؟ یعنی نعت این تابع منعوت می شود، یعنی اول منعوت ذکر می شود و بعد از وی چی؟ نعت می آید. منعوت گفته آن صفت، آن اسمی را می گویند که وی را وصف می کنند. وی را چیکار می کنند؟ وصفش می کنند، صفتش را به آن روشنی می اندازند. نعت باشد صفتی همان می باشد. بنابراین نعت تابع منعوت می شود. خب در بعضی کتاب ها نعت را صفت نیز میگویند، موصوف و صفت میگویند، منعوت نعت. خلاصه یعنی نعت تابع منعوت میشود در چند چیز؟ در اعرابش، در تنکیرش، در تعریفش، در تذکیرش، در تأنیثش و در عددش. یعنی اگر منعوت از اعراب مرفوع باشد، نعت هم مرفوع می شود. منصوب باشد، منصوب می شود. مجرور باشد، مجرور می شود. فهمیدید؟ همین رو گفتنی هست. اگر نکیره باشد، نکیره می شود. معرفه باشد، معرفه می شود. مذکر باشد، مذکر می شود. مؤنث باشد، مؤنث. و عددش رو نیز اعتبار داده می شود. اگر یک تا باشد، یک تا می شود. فهمیدید؟ این رو چی میگویم؟ سوال به میان میاد که اساسا یعنی نعت برای چی هست؟ نعت برای یعنی فایده نعت برای چیست؟ فایده، یکی از فایده های نعت از آن عبارت است که چون تو میگویی که قام زید، زید از جایش برخیست. قام زید، زید خیست. و در آنجا یگان زید دیگر باشد، در این حالت تو محتاج میشوی که اون زید رو که تو میخواهی یگان صفت رو برایش علاوه کنی که این صفت خاصه به زید باشد از دیگر زید فرق کند. فهمیدید؟ یعنی اگر برای مثال 2 نفر یا 3 نفر نامشان در میان مردم زید باشد، شما باید یک صفت را خاص به همون زید باشد، زیدی که شما میخواهید ذکر کنید که چه؟ بعد انیق شود که شما کدام زید را در نظر دارید. بنابراین چون گفتید که قام زیدون العاقل، زید عاقل برخیست، یعنی زیدی که وی صاحب عقل و فراست است. او معنا نداره که دو نفر دیگر زید و بی عقل و هستند، یعنی این یک صفتی که خاص به او می باشه. برای مثال گفته شدیم در اینجا العاقل را چه نعت نامیده می شود یا که صفت نامیده می شود. بنابراین در این حین عاقل تابع لفظ زید شد، مرفوع آمد، زیرا اینکه زید خودش فاعل است. فاعل چی می باشد؟ مرفوع می باشد. بارک الله فیکم.
خلاص یعنی که درس ما درباره منعوت میره بدو و نعت. منعوت اون اسمی رو میگیم که وی رو بعد از وی صفتش آمده ایستاده است. فهمیدید؟ معلوم میشد است که تأثیر عامل فقط در منعوت گذشتگی است. تأثیر عامل اساسا در منعوت گذشته، با طفیل منعوت نعت هم تأثیر بخش شده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. کم مثال های صاحب شرح رو بینگریم چی میفرماید؟ هذا الرجل الكریم. نگاه کن، هر جا که ما پاوزه کردیم، هر جا که ما مبتدا خبر رو ما با پاوزه، یعنی با وقف، با اندک سکته جدا میکنیم. هذا الرجل الكریم طبیب. همه اینها مبتدا میشن. هذا الرجل الكریم طبیب خبر شده است. ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بالابتداء. الرجل بدل من ذا. الرجل منعوت، الكريم نعت تبعه في إعرابه. يمكن يقول الكريم نعت مرفوع تبعه، يعني تبع المنعوت في رفعه. إذا طبيب خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمه ألف. فهمت؟ عباس تاجر غني. عباس تاجری بای است. عباس مبتدا تاجر. نگاه کنید، تاجر خبر شو شده. ما اختصار دادم، یعنی که اگر پروگرام عباس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. تاجر خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف وهو منعوت غني نعت. دیدید؟ در اینجا مبتدا اسم معرفه آمده است، چون که عباس چه اسم علم می باشد، نامی خصوصی است. فهمیده؟ خبر رو بینه، در اینجا خبر نکره آمده است. تاجرون، اگر این تاجر صفت عباس می بود یا که نعت عباس می شد، می گفتن که عباسون التاجرو، عباسون التاجرو، التاجر می شد. فهمیده؟ عباس با منعوت می شد، التاجرو نعت می شد، غنیون خبر می شد. در اینجا این خیلی نیست. عباس در اینجا مبتدا است، تاجر خبر، تاجر منعوت، غنی. الغرفة العربية است. العربية لغة جميلة. العربية مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره لأنه تمام الشاكل. لغة ماذا؟ خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو منعوت جميلة نعت. چند مثال ها می آورد بارک الله فیکم. مثال برای معرفه، همچنین نکیره هم می شود. خب اگر منعوت چی باشد؟ نکیره باشد، نعت هم نکیره می شود. تاجرون نکیره، غنیون نکیره. فهمیده؟ الرجل چی؟ منعوت در اینجا معرفه، الكريم معرفة. خب لغة نكيرة مؤنث، جميلة نكيرة مؤنث. گفتیم که در 6 چیز تابعی یکدیگر میشن. المروحة في الغرفة الكبيرة
شمال دهک در کجاست؟ در اتاق کلان است. المروحة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف في حرف من حروف الجار أو جارة. الغرفة مجرور بفي وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره. جار ومجرور شبه جملة، جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر المبتدا. الغرفة منعوت الكبيرة، الغرفة منعوت الكبيرة نعت. الكوب للمدرس الجديد جون يوكي استكون أزون مدرس نواس. الكوب مبتدا للمدرس جار مجرور شبه جملة خبر المدرس منعوت الجديد نعت. در اینجا این مثال ها برای نعت مجرور، چون که درباره منصوبات حالا نآمده. هذا الرجل کریم طبیب خطأ. خطاگیش در چیست؟ هذا الرجل الكریم می شود، چون که مدامی که الرجل باشد منعوت باید که الکریم با الف لام باشد. عباس تاجر الغنی خطا آمده است. تاجر غنی، چون که مدامی که تاجر منعوت نکیر است باید که غنی هم نکیره باشد. العربیه لغت جمیل خطا. برای چی؟ مدامی که لغتون مؤنث است باید که جمیلون نمیشود و جمیلتون مؤنث میشود، چون که نه تابع منعوت میشود. لمن تلك السيارة الجديدة خطأ. خطاگی در چیز است؟ در کدام جا آمده است خطاگی؟ لمن تلك السيارة الجديدة، مدامی که السيارة مرفوع است باید که الجديدة نیز مرفوع شود. المروحة في الغرفة الكبير خطأ. الغرفة چه مجرور است و مؤنث می باشد. الکبیر مجرور لیکن مذکر است، خطاگی در مذکر است باید که الکبیرتی می شود. الکوب للمدرس الجدیدتی، مدامی که المدرس مذکر است باید که الجدیدتی نمی شود، الجدیدی می شود. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نه این بود بارک الله فیکم درباره منعوت و نعت یا که نعت و منعوت. اکنون درباره الذی. درباره الذي چیست؟ الذي اسم اشاره، الاسم معذرت الاسم الموصول خواستم بگویم. الاسم الموصول، اسم موصول تعریفش چیست؟ اسم يعين المسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. این قاعده رو باید که از جا دانید. بارک الله فیکم. این شناسایی به اسم موصول می باشد. الاسم الموصول اسم يعين المسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. اسم موصول یک اسم است که یک چیزی نامیده شده را معین میکند. یک چیزی که به نام دارد همان معین میکند. با چی معین میکند؟ با واسطه جمله که بعدی اسم موصول می آید و جمله را چی نامیده می شود؟ صله نامیده می شود. صله. برای اساسا اسم موصول دو چیز مهم است. بارک الله فیکم. صله که این جمله می باشد و عائد این ضمیر می باشد که به سر اسم موصول برمی گردد. خلاص؟ نه. یکی از آنها الذی می باشد. کو بینیم چی گفته است؟ الذی اسم موصول للمفرد المذکر العالم و غیر العالم. اسم موصول بوده است برای مفرد، برای مذکر، برای عاقل و غیر عاقل. بله. اسم موصول می شود اساسا نصب و مشترک. این از اسم موصولی می باشد که برای نصب می آید. این انشاءالله در دیگه کتاب میگذاریم. العاقل یعنی العالم برای عالم.
الطالب الذي خرج من الهند، دانشجویی که از از هندوستان برآمد. عجیب یک سوال عجیب بود. خلا از سند برآمد میگو، از هندوستان برآمد. من خیلی بکنه درباره ما، یعنی که این جملهش قدر اهمیت نیست. خب الطالب الذي خرج من الهند، در اینجا الذي چی می باشد؟ اسم موصول می باشد. در اینجا چی می باشد؟ الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. فهمت؟ الذي در اینجا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. برای چی في محل رفع؟ برای خاطر که این نعت است. بارک الله فیکم. فهمیده؟ الطالب منعوت تحت می باشد. فهمیده؟ این نعت می باشد. مدام که الطالب که مرفوع باشه به خاطر مبتدا بودنش، الذي نعت می شود، نه تابع منعوت می شود. اکنون خرج من الهندی، در اینجا ما دو چیز را می بینیم. خرج فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فهمید؟ خرج فعل ماضی بوده، فاعلش یعنی انجام دهنده همین کار ضمیر پوشیده می باشد. تقدیر کلام هو می باشد. همون هو بسری الذي برمی گردد. همون هو چی می باشد؟ ضمیر مستتر عائدی الذی می باشد. ما گفتیم که برای اسم موصول دو چیز، دو رکن است. صله یعنی جمله را میگویم، خواه جمله فعلی باشه، خواه جمله چی باشد؟ اسم جمله فعلی آمده شده است و ضمیر می باشد که بسری الذی برمی گردد. الذی اگر تنها باشد ضمیر هم تنها می شود. مذکر باشد مذکر می شود. مؤنث باشد مؤنث می شود. مثنا باشد مثنا می باشد. جمع باشد جمع می شود. فهمیدید؟ من الهندی، خب من حرف من حروف الجارة. الهندي مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلق بخرج. هر جو که جار مجرور باشد آنجا برایشان متعلق می باشد. متعلق جار مجرور یکی متعلق ظرف هم چی می باشد؟ یا فعل می باشد یکی آن می باشد که معنای فعل را ifade می کنند. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. این خیلی هم مهم است دانستنی از چی که گفتیم. و مثال که من الولد الصغير الذي خرج، کیست کودک خرده که برآمد. المدرس الذي جلس على الكرسي جديد، مدرسی که در بالای کرسی نشست نوست. اگر اختصار گیریم المدرس جدید است. اساسا المدرس جدید مبتدا خبر، بین مبتدا خبرنده صله آمده ایستاده است، موصول آمده ایستاده است و عاید. صله الذی است، موصول جمله می باشد، معذرت اسم موصول الذی می باشد، صله جمله فعلی می باشد جلسه علی الکرسی و عاید چی می باشد؟ ضمیر مستتر هو. بسیار آسان است ان شاء الله. خب تمام. غیر العالم یعنی اسم موصول رو نیست، برای غیر عالم هم استفاده میبرن. غیر عالم گفتی یعنی بیجان. الكتاب الذي على المكتب للمدرس، کتابی که بالای میز است از آن مدرس است. اگر موصول را اسم موصول را با صله‌اش گرفته شود چی میشود؟ گرفته شود چی میشود؟ الكتاب للمدرس میشود. مبتدا خبر غیر مفرد. خب اکنون سوال به میان می آید الکتاب الذی، ما گفتم که برای اسم موصول
دو چیز در کار است، یعنی صله و عاید. صله چیز در اینجا؟ صله در اینجا شبه جمله می باشد، چون یا جمله می شود یا که شبه جمله می شود. حامد بارک الله فیکم. یا جمله می شود یا که شبه جمله می شود. در اینجا شبه جمله آمده شده است. بعد ما گفتیم برای این با عاید در کار می شود. عایدش کدام است؟ میگید که تقدیرا هو، یعنی الكتاب الذي على المكتب هو للمدرس. هو للمدرس. فهمت؟ لمن القلم الذي على المكتب؟ قلمي که در بالای میز است از آن کیست؟ البيت الكبير الذي في الشارع للوزير، خانه بزرگی که در کوچه است از آن وزیر است. من الولد الصغير خرج، خطا آمده است. خطا آمده است. من الولد الصغير الذي، بعد درست میشه. الكتاب على المكتب للمدرس، الكتاب الذي درست میشه. لمن القلم على المكتب، لمن القلم الذي على المكتب وأسفل. هذا آخر التزكية. النعت يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإعراب والإفراد. يعني نعت تابع منعوت مشوى در مذكري ومؤنثي ودر معرفي در معرفگی و نکیرگی و در اعراب و در افراد، یعنی که در تنها بودن. خب اساسا در تنها بودن گفتنش خوب هست، زیرا که در مثنا بودن با دیگه مسئله است و در جمع بودن دیگر مسئله است. این را انشاءالله در دیگر مقام میگذاریم. نکتفیه. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.